سلام جناب آقای بابک گرمچی، متولد 1338 اردبیل، فارغ التحصیل هنرهای زیبا، درسته؟ دانشکده هنرهای هنرهای تزیینی. تزئینی یا زیبا که شد دانشکده هنر بعدش، درسته؟ بعد دانشگاه هنر شد. هنرهای زیبا مربوط به دانشگاه تهرانه. دانشکده هنرهای تزیینی مستقل بود. بعد از انقلاب فرنگی ترکیب شد مجتمع دانشگاهی هنر. الان هم شد دانشگاه هنر. فهرستوار بخواید بگید مراحل زندگیتون رو چند مرحله چیکارا کردی؟ فهرستوار همین یک سری چیز بود، فقط یک مرحله است به نظر من. فقط آدم باور نمیکنه که اصلا اون دوره‌ای که دنیا میاد تو یک مرحله قرار داره، یعنی ذات آدم. بعد فقط انقدر حواشی زندگی زیاده، انقدر طبقات و تربیت و فرهنگ و نمیدونم انقدر حواشی برای آدم زاییده میشه یا میسازن که تو باید این گونه باشی این گونه باشی. وقتی میری اون گونه میشه دوباره باید برگردن سر جاده اصلی، یعنی به اون ذات خودت. و این طول میکشه، مسیر رو چند مرحله‌ای میکنه، یعنی آدم از وجود خودش منحرف میکنه تا بیایم به بلوغ برسین و زندگی آدم بپیچونه از این طوفان به اون طوفان، از این در به اون دیوار بکوبه، تا بیاد آدم دوباره اگه سالم بمونه دوباره برگرده به ذات خودشو پیدا کنه و دوباره همون مرحله اول زندگی ادامه پیدا میکنه. یعنی درست‌تر اینه بگیم یک چیزی که دیگران و یا دنیا خواسته و یک چیزی که خود آدم یقینا. خواسته. ببینید ما در واقع دو بخش درونی و بیرونی داریم. یه بخش بیرونی که تحمیل میکنه، پیشنهاد میکنه و تو تربیت و فرهنگ ما تحمیل میکنه. یه بخش درونی خودمون هستش که اون سیال و همیشه همونی هستین که باید باشین. یعنی نمیشه اینو تغییر آنچنانی داد، فقط آگاهی میتونه که اینو رشدش بده. شما چی میخواستید؟ تو ببینید بخش تا دومه وقتی دیگه. که بچه پنجمم و این اتفاقا کمک کرد که من خودم باشم. یعنی بچه پنجم وقتی که میشه پدر مادر دیگه حوصله بچهای بعدی رو ندارن. پرانتز پدرتون چی کاره بودن؟ یادتون نمیفته. پدرم طبیب بودن در واقع طبیب و تو سه تا مادر؟ حوزه. مادر خاندار بودن ولی اونم از یه خانواده برادر و خواهر 5 تا یا فقط برادر؟ 5 تا برادر بودیم و 2 تا خواهر و برادرها همشون توی حوزه‌ای دارن کار میکنن، خیلی هم موفقن. یکیشون برق الکترونیک هستش که بی‌نهایت موفقه، در پزشک خیلی موفقه. اون یکی استراکچر خونده، اون یه نابغه‌ایه که همیشه بهش میگم یه نابغه دیوانه که فوق‌العاده زندگی عجیب غریبی داره. من خیلی اونم آدم عجیبه. یه برادرم کشته شد، من موندم و 2 تا خواهری که بعد از من هست که اونا ادامه تحصیل ندادن. به هر حال بنا به همون فرهنگ و تربیت که گفتم ازدواج کردن و خونه‌داری و بقیه چیزا. و در تا خودتون داشتید میگفتید که اون من دومی که دنبالش بودید از کجا شروع اون شد؟ من دوم، ببینید آدم ما توی خوشبختانه یا بدبختانه نه کلمه مناسبی نیست، ما شوربختانه بگم فکر کنم این کلمه که الان رایجم شده. ببینید ما توی عصری زندگی کردیم که ما چشمون رو باز کردیم، طوفان شد، انقلاب شد، بعد همین خواستیم خودمون رو پیدا کنیم، جنگ شد، خواستیم خودمون رو پیدا کنیم، جامعه مرتب عوض شد کشتی متلاطم شرایط بالا پای میرفت. اقتصادی، بعد طبق قوانین طبیعت و طبیعی و اینا قرار شد ازدواج کردیم، نفهمیدیم که این فرهنگ مدام در حال تغییر آدمو میکوبه به این. و 2 تا دخترم دارید، بحث ازدواج شد، درست؟ بله خب 2 تا دختر دارم. بله، ادامه اینکه بالا پایین آدم گفت. انقدر کوبیده میشه و بعد یه زمانی به خودش میاد که این منی که هست این من خود آدم نیست. به قول مولوی میگه چه کسم من که بسی وسوسه مندم، هم از آن سوی کشندم هم از این سوی کشندم، به کشاکش و کمانم. اینقدر میکشه، این کمان میکشه بعد یهو ول میکنه. اینجاست که مسئله بودن یا نبودن پیش میاد که شما هستین یا نیستین. اگر نیستین یعنی غرق این فرهنگ و این همه جریانات شدین و به قول حافظ طوفان حوادث ببرد بنیادت و بنیاد آدم رو میبره.
ولی اگه میخواین خودتون باشین باید یک سلاح قوی به دست بگیریم، با یک سپر قوی و باید مقابله کنیم. دمار از روزگار آدم در میاد که یک فرد در مقابل یک فرهنگ، نمیتونم بگم همش منحط. عشق دردان است و من بله. غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. بله، دقیقا همین. سر کردید رفتید پایین توی این دریای امیر. قصر در رفتیم، یعنی نسل ما، مخصوصا خود من، این رشته هم که از خوش حادثه افتادم توش بینایت کمکم کرد. هنر فقط این نیست که شما یه تابلو بکشین و بزنین به دیوار و بقیه بیان به چرچر بکن. شما با درون خودتون دارین چیز میکنین. هر موضوعی که توی کار هنر پیش میاد یک صورت مسئله است، صورت مسئله‌ای که باید به بهترین شکل بهش جواب بدیم. و صورت مسئله من انسان بود و تو اون انسان خودم رو میگشتم. من کجای این جهان هستی هستم، کجای این آدم ها هستم، من با این آدم ها آیا مقابلم، همسو هستم، همراهم، چیم؟ هر چقدر میگذشت میدیدم که هر آدمی برای خودش دنیاییه، یه دنیای بزرگ و هیچ کسی نمیتونه با هم عجین بشه، مگر اینکه با احترام بخوایم که در کنار هم همزیستی بکنیم. و خیلی بعد فهمیدم که بحث انقلاب بحث بیهوده‌ایه. ما فقط باید یه فرهنگی رو درست کنیم که بتونیم کنار هم دیگه همزیستی بکنیم. این بالاترین انقلاب. این جای اون بیاد یا اون جای به چیزی دستگیر کسی نمیشه، هیچ چی نمیرسیم. به قول چارلی چاپلین میگفت که در این دنیا برای همه جایی هست، به جای که بیایم جای دیگران رو بگیریم جای خودمون رو پیدا کنیم. و اینکه برای اینکه آدم جای خودش رو پیدا کنه باید تمام اون طبقاتی که خانواده، فرهنگ، مدرسه، جامعه از آدم داره اونها رو بریزه بیرون و اون جامعه اصلی خودش رو بتن کنه. خیلی آدمایی دیدم که توی این مسئله، آدمای موفقی دیدم که توی این مسئله واقعا مستمر عمل کردن و به اون خودشون رسیدن. نویسنده، هنرمنده، هر کسی روی خودش هم باید. منظورت هر کسی جامعه ساخته نمیشه مگه افرادش تک تک ساخته بشن. جامعه. این تحولات اجتماعی بزرگ هیچ وقت علاج ساخت جامعه نیست، باید تک تک قانون درست میکنه دیگه. شما رو در بایدها و نبایدها قرار میده. و در هنر هر روز نو شدید؟ جدید شدید؟ نه، جدید نشدم. در هر مرحله یعنی چیز جدید دیدید؟ زایده شدم، زاده شدم با درد بسیار زیاد. جایی میرسید که هیچ احساس میکردم که دیگه هیچی نمیدونم، هیچی نیستم و هیچ کسی هم به من نگفت که این خلا یعنی تو دوباره داری زایده میشی و دردناک بود، دردناک. و اینکه یعنی غمگین میشدی که هیچی غمگین نیست، اصلا هیچ روحیه‌ای نمیتونیم براش پیدا کنیم. نه افسرده بودیم، نه شاد بودیم، نه غمگین بودیم، هیچ بودیم، هیچ به معنی واقعی، هیچ یعنی هیچ. توی خلا که قرار میگرفتین یا باید دست و پا میزدین از اون بیاین بیرون، حالا انواع اقسام معضلات اجتماعی مثل اعتیاد، مثل خیلی چیزهای دیگه که در کمین آدم میشینه که از این خلا بیاد بیرون. ولی قدرت درونی میخواد که بگه که این صورت مسئله‌ای که برای تو پیش اومده که تو چه کسی هستی، بیا خودتو دوباره پیدا کنی. هی از این جاده‌های فرعی وارد بزرگراه زندگی خودتون بشین خیلی سخته. ازدواج میکنین، کار پیدا میکنین، میبینین هیچ یک از اینا اصلا ربطی به شما نداره.